درود به پایان شنونده‌های عزیز، من حقوقشناس شیرین ابران با شما هستم و من امروز به شما هموطنان عزیز همین را گفتنیم که نفرانی که میخواهید کوتا گیرید، عریضه سپارید، همین رو باید دانید که روزهای سیوم، ششم، هفتم، هشتم ایول 2020 سال میتوانید که با سخر و در درآمدگاه یک مراجعت کنید. از روز دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 5 قبول میکنن، روز جمعه از ساعت 9 تا 4 قبول میکنن. برای گرفتن کوتا عریضه باید سپارید و همین رو قید کردنی هم که شما پیش از رفتن اونجا باید همه حجت های شما به ترتیب در آورده شده باشد، پاسپورت شما ترجمه پریواد شده باشد، زاویرین ناتار شده باشد، بعد میگراسیون کارت، رجیستراسیا، بعد اگر اتستات شما در دست شما باشد، مکتب میانه یا که یگان دیپلم داشته باشد از یگان مکتب اولی تاجیکستان یا روسیه یا ازبکستان و چی حجت باشد، همون حجت ها رو میتوانید که هم نسخهش رو هم خودشون رو گیرید، خط زاکس اگر باشد و غیر این یگان نزدیکان شما اگر شهروند روسیه باشند یا RVP داشته باشند یا وید نجاتیلسا داشته باشند، شما میتوانید نسخه حجت وی رو گیرید و وقتی که شما در همون داخل همون صخره و اگر عریضه می نویسید، در همون عریضه پورا همه رو باید نویسید، نام و نسب می نویسید، سال تولد می نویسید، در کجا تولد شدید، در کجا زندگانی دارید، در اساس چی در روسیه زندگانی دارید، در کجا کار میکنید و کدام خویشاوندان نزدیک شما نام و نسبش، جای کارش شهروند روسیه است یا وید نجاتیلسا دارد یا RVP دارد. همه اینها باید که در همون عریضه شما قید شوند، به خطا باید نویسید و آنجا نوبت زنده میگیرید، تالون میگیرید، نوبت زنده میگیرید و فقط در عریضه روز ماه سال رو ننویسید و امضا نگذارید. همون عریضه رو که نوشتید با روچکه با دست می نویسید و گرفته اون رو همراه حجت ها نزد اینسپکتور می دارید. اینسپکتور می بیند، می سنجد، وقتی قبول کرد بعد در نزد هوا شما حتما روز ماه سال رو مانید و امضای خود رو گذارید. برای همین هموطنان عزیز، نفرانی که سوالهای زیاد میدهید، بسیاری شما پادپیسچ که من ابونه هستید و زیادی شما پادپیسچ نیستید، ابونه نیستید، سوالها رو تکراری میدهید. خواهش میکردم که اگر به همون سوالهای خود خواهید جواب گرفتن، ابونه شوید، پادپیسچ شوید در کانال شیرین ابران و مرحمت تمام ویدیوهای من رو تماشا کنید، با سوالهای خود جواب میگیرید. من امکانیت ندارم که سوالهای تکراری رو برآمد کنم وقتی قیمت خود رو گیرم. و شما اگر لازم باشد ابونه شوید، پادپیسچ شوید، مرحمت گیرید، ویدیو رو گوش کنید و استفاده برید. غیر همین هموطنان عزیز، نفرانی که از این خبر ندارن از سپاریدن عریضه، گرفتن کوتا در آینده، گرفتن RVP، خوب میشد که به همه هموطنان این خبر رو رسونید. نه همه وقت اینترنت گوش کردن دارن یا که در یوتیوب در اومدن دارن. خواهش میکردم هموطنان رو دستگیری کنید و آنها نیز فهمونید چه خیل حجت ها جمع آوری میشن، با کجا میروند، چه خیل میسپارند، همش رو فهمونید تا که دیگران خبردار شوند، یکدیگر رو دستگیری کنید. در امان خداوند باشید، به کانال شیرین ابران و ابونه شوید و روز تا روز یگان نویگری باشد در قانون ها، یگان تغییرات الهه ها باشد، من حتما برآمد کرده اعلان میکنم. سلامت باشید، در امان خداوند باشید.